بكره العيد نطربكم ما في مانع نطرب. این دوست عربمون میخواد ماشینش که تویوتا هایلوکس هست رو بذاره رو حالت کاتاف. میدونم ماشین بازا طاقت دیدن این صحنه رو ندارن و میخوایم ببینیم که موتورش چه زمانی کم میاره. تقریبا از فشار خیلی زیاد و حرارتی که ایجاد شده از موتور کاملا زیر ماشین قرمز شده. حالا شما تصور کنین که همین کار رو بخوایم با یه ماشین تولید داخل انجام بدیم، فکر نمی کنم بیشتر از 20 ثانیه بخواد طاقت بیاره موتور. می‌بینین همچنان موتور سالمه و داره کار میکنه. زیر ماشین از حرارت خیلی زیادی که ایجاد شده کاملا روشن شده و به نظر میاد که قرار نیست کم بیاره. داریم نزدیک به 1 دقیقه میرسیم تقریبا و همچنان موتور سالمه.